رجب علی ایبرانی. خیر زنک جان، ما کار میرم. خانه را شروع نگاه کن. به هر حال مالی مردم های باور کرده از خانه مونده است. شروع احتیاط کن. سویتو را نگاه کن. احتیاط کن. مانی زنک جان. منش مردم جان. السلام علیکم. سلام علیکم فایتوفا. بیاین. لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین. آهای عشق بی عشقی بی. در دوره‌ای که ما چنش ما بودیم فقط فکر زندگی هم میکردیم، فقط ای کجا یک سمپل یا بیم زندگی پیش بریم. شما دیده حواسمون نه پرهای زندگی در اجاره میشنیم. لیلی و مجنون میدونه برای چی آمدم امروز؟ فایتوفا میدونم برای پول اجاره آمدین. تا بگه نصیب باشه یک برادر میگیرم یا میسپرم. 3 ماه پول اجاره رو میارم میسپرم. با بهانه این چندم مراتب بهانه میکن. ای تو چخیلی مردکی ناموس داری؟ نه من نخوام برای پولی خانه و در نازنین در تو دادم به ملال 6 کتگی کرده با من تلبنده که هر روز پشتی دری تو بیام که پول میتی مهربان یا نمیتی پول مهربان. فایتوفا یک شانس دیگه ما بتین. تا بگه پولم میام میسپرم. 3 ماه پول اجاره رو میسپرم اپا جان. 3 ماه؟ بله اپا. همین بگه؟ بله. ساعتی چند؟ تا ساعتی 5 میارم اپا جان. 5:00. اگر همین 5 یک دقیقه گذشت جیل پستکوتو رو میگیره. فهمو؟ بله اپا جان. این دری خانه که محکم بود بارای من موندگی بود نرسیده اخی. خیلی بینده من اگر چیزم رو از جای جنباندگی باشه میفهم. فهمیدی این چشمای من چشم کامera فهمیدی کامera. تو ایزانا میکشی به همین قدی دراز شلنگت. اگر این قد و قامتی تو این بوزبلگی تو در من باشه کوپ هزاده تلقان میکنم و اومده در اجاره نمیشینم. بیفایده. خیلی جزت نمیتی خونه ما بینم. بذاره نپا جان. زنک جان ما کار میرم یا من خیلی کما مخلصه خانه دادیم گناهگار شدیم اخی. خیلی آدم یک جا اجاره شش دیگه نگاه میکنه، یک گلای او میته، یک علفای میچینه، یک درختای او میته، دیگه اجاره دادیم گناهگار شدیم اخی. توبه کردم خدا. این شوی نا اودای تو هیچ بلا دستش نمیبیه. استالبه باری قدش قد کشیدگی یکم کار دست پرچاسکاش بی شنکری مهربان. مردکی ساده نا اودای پرچاسکاش بین پرچاسکاش رنگی جیمیو کیسه خالی. چه میکنی خیلی مردکی که پیش مراجنی کت میبره مراجنی خریده دادن نمیتونه. این درخت این گل پلوی او مونیا تازه کنی نگاه کنی. ما دیگه یک روز درست پس آماده خونه درم رفتن میگیریم دیگه. اینا تابستان شده اخی. یک میوه چینی میبیم میوه خوری میبیایم. این خیلی بدم نه اکو گناهگار شدیم دیگه که اجاره داده. یا چای پای گرم داری؟ ها دارم. زنک چو کدن این صبح خونه رفت؟ ها رفت. شما سمی کوارتیر آورده؟ راستی گب زنک جان نیمش آوردم نیم دیگه شن نیافت. اومدی قجانجول کده رفت گفت دو بگه سما تیار کنید. همه پولا تیار کنید. خیلی چی لاج زنک جان زنگ میزنم از خدم خیلی گب میزنم. ماش خیلی رفتیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. اپا توفا شما چی خیل؟ خوب نفتین. اپا جان راستی گپ پول اجاره را یک قسم شیافتم یک قسم دیگه شده 3 روز پس میتونم در دستم بتونم. چی گفتی؟ پول اجاره را یک قسم شیافتم یک قسم دیگه شده 3-4 روز پس اپا جان. واه مخ کردی ها؟ تو بعدا دادی که ساعتی 5:00 3 ماه پول اجاره آورده میدی. با چه خیلی یک قسم شه این روز بدی یک قسم شه. باز تو در کجایی؟ خانه دا اپا جان. باز شمال باری من میبیام تو کدو. بازی میبیام. من اپا جان. هم مردک جان چی گفت؟ زنک جان چرا گفتین بسیار زنک جنجالی بوده. گفتم کو. بیا خونه میریم.
Assalomu alaykum. Shavhara در خونه؟ کانی شوهره کانی السلام علیکم تو ساعت 5 3 ماه حل میشه وای چه خیلی شد که نیمش میشه نیمش نمیشه احمق کرد ده بچه نه تو احمق کرد من یکم مدام احمق نمونم که احمق کرد دی درست دیگه بابا جان یک قسم شیفتیم یک قسم دیگه درست پس آخم یک قسم دیگه شم میفت یک قسم شکی افت یک قسم دیگه شم میفت آخی با چند قش افتی؟ نه کجا میشه گیری چند اسمه؟ چی ما با تو طالبانده؟ من گم طالبانده نیستم من پولی حق خونه خودم میگیرم تو 3 ماه شونده کردی که برآورده میتی تو برآوردی من 500 سم پول دادی یکی مزور سم دیگه شو کی میتی 3 ماه شد پولی برق پرداخت کرده خدا داند که حالی برق هم قرض داره یک چای خنک داری یک چای خنک بیار ایتی چه خیلی مرده که همین زورت که نمیرسید زن نمیگرفتی و برای چی زن گرفتی؟ آدم که زن گرفت برای زن خونه میکنه لباس میکنه آذوقه میکنه زن نگاه میکنه پرستاری میکنه ولی کودک نداری زورت به یک خودت زنت نمیرسه مگه کودک دار شوی چی کار میکنی؟ تو که در خانه من اجاره میشینی من فریب کرده میگردی شرم و حیایم خود چیزی این سر و لباسوتا دیدم و این پرچوسکوتا دیدم و این چیزاتا شنکر مهربان گمان کردم این دکونی که صد هیچی نیست پول اجاره داده نمیتونی من خیالی من که تو 4 ماه 5 ماه پیشکی میتی چیکار میکنین؟ میشنی که همی خوشکی من خوشکی تو چشمکی من چشم اوخی مردکی خیر روی اجا عروبه کشی کن یک ساختمان کار کن و روی اجا کار کن پولی کوارتیر من یافته بیار تیوخی خیز میشنی بخی میلاتا بلوخ کرده تو با این قده بی قامت بی پرچوسکه بی حیفی تو باری جان شینجا شین وای دلکم برای تمیق میسوزه که حیف شدی توی حیف رفت فکرم شوهر در اونجا پلوکوی رفتم دلکم هم برای تو میست ما در اصل گیریم که ما آدمی گنده نه تماما آدمی گنده نه خیلی که وای حیف شده این حسن جمال بین این خوشروگی بین این قد و قامت بین این حسن جمال تو دمان باشد که زنی صدها رئیس و رئیس بچه می شدم 6 دوم یک استالبه گرفته حیف کاری خود کتای نغز دیده گرفتی انا عاقبت نغز بینی انا همین وای گوش کن یک جهان دارم آخه گفتن نمیشد باید دیدن در کن قد و قامتش هم میبینی این حسن و جمالش هم میبینی سوداگر 3 تا خونه دارد 3 تا در دوران شهر 2 تا 1 تا در دیه میدونی سوداگری کلان خیلی بیچاره بختش آمد نکرد 3 زن گرفت زنایم برآمدن رفتن جیانک هم حیف شد زن گفته داشتیم اگر روزی باشی بیا ایچو میکنی استالبه یک پکه بیارم یک شناس شوی ماشین در تاک پوچه کرد ویزی گفته میروی خانه های بلند آشونه با زندگی میکنی این تیلو و تنگوی این لباس های جایدنه که تا میکشی این لباس های رنگ و برنگ پوشیده میگردی زنی که انتخاب کردیم دوست داشتیم لیکن نه من کاری خیلی ندارم طاقت میکنم صبر میکنم نه نگو همی روزی شد تمام همه این قرضای میبخشم فهمیدی همش میبخشم دفع کن همین استالبه میگوین که کبوتر با کبوتر باز با باز چو میکنی استالبه من میرم تو شب نقص فکر کن فهمیدی نقص اگر فکر کن اگر روزی شوی پگر جهنم گرفته میگویم فهمیدی یه بوی بسم الله ای بوی زنک
چوکات زنک جون بای خیلی زیقین هیچ نه مردک اگر ما رو در این خانه سکاری چیز چوره کجا دیگه ما گرفت در این خانه به این خانه به این خانه رفتم لحظه عروسی ما نفهمیدم چه گذشت شما چو کردیم؟ پولای افتیم؟ او زنک جون ما پولای افتم پولایی که داده بودم تون با این یک قسمتی دیگه شد زنک جون ایرا برین در بولای بمونین اگر ما کار داریم زنک جون اگر از سهر تا بگاه در کارم ممکن دیرتر بیام ایرا کتی و پولا بمونین اگر صاحب خانه اومد در دست شفتین مالی زنک جون نیکی زنک جون زیر نشین این روزا میگذره همه ای پستی های زندگی میگذره نیکی مهم محبت ما و تو دوستداری ما و تو میمونه ایرا فراموش نکنی زنک جون رفتم مونیم پولا خب زنک جون میبینیم دوستداری تو مهر و محبتی تو چقدره ما با دو گوش خود شنویدم که با گفته های صاحب خانه راضی شدی فقط میره وقت نشان میده وقت او زنک بیا یابو زنک جون ما کار میرم بیروز کنم تا کارم بسیارتره ممکن دیرتر بیام صاحب خانه اومد پولا بسپر و ما زنگ بزنم مایلی؟ مایلی خواه بیا بیا جیان بیا 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 خانی جیان بیا بیا نمی خونه و داری برای میدونی میدونم خلا با انی خمی دختر روزه خلا در دیگه کشهایو در لبکاش نیم در جانم بزنی خلا کاری بکنیم که روزی شود در جیانی خاله زیق شدی اخی کنیم زیق نشد جیان زیق نشد اینده خلا یکم گب نشوم یه چیزی که یکم گب نشده اخی روزی گوشت فکری سونشه شما مابشه نکنید خیلی نمی خلوخ دارم از نیازنا تا من نمی هیچی نگاه نمیکنم بی همه خوک شده رفته یا شوی سالبا داره یا اون چیز میموند بیا خاله بیا بابا کمی کو خلا خودت نباش کو ما خور بشیم ای زیق چیلی سه طرف رفته گیره بایدی دیگه پول باشه هر هفته زن میگیم آخه همین سه زن خلا گرفتم همین هر سهش با همین دسته خطه گرفته رفتم با من اکو گناهگار کن سنگ مخی بول بانه بگو خلا بیا اینجا ده میگی السلام علیکم بیا نغزی خوبی پینجی کدام خونه دارم این جیانی من گفتم کو بیا جیان جا پاچو تکرز بیا بریم الان خانی خودم بالا که خانی خوله جانت بیا خیجت دارم بیا بزر بلی بولو بزر زنده باش خلا زنده باشی لمی خانه و در روی اجاره دادیم جیهان یا بولیشت بیار در پشتی مهمان من آخی جیهانی من آخی مان آی ام بولیشتم من آخی خیلی مهمان آمده مان رحمتی کلو خیلی جیهان جان دیدی دختره حیف شدگی حیف یعنی خیلی حسن جمال یک مردکی نو اوده برو ای سه ماشه پلی کوارتیره دوده نمیتونه پچوز گوشه نمیگوی کتگی هاشه نمیگوی در کویکسه یگام که پول نه کتگیه بید ولی باید بر گبزنی هاشه نگاه کن حیف کرده دخترم بگو ما این زیبی خونه و داری تو دوره زیبی همون 11 اتاج زیبی همون لکس سفید بیا اینجا بیا همون قدیلک برای همین میسوزه کشیم خیلی همین جیهانی من گفتم کو
که بیچاره بخت 3 بار اویله‌دار شد اویله اکاش ویران شد ای بی دخترا ای بی جیانی من نه ایخه مردک که هیچ کجا نمی‌یابد امی گفتگی زنه شرایط مهیا میکنه با تعریف بده خلا اگر روزی شوکو 3 خونه ماشین چیزی که هست ما میبخشیم شه خلا انا بخت بین گپ مردکیش ده آده هر دختر معقول نمیشه خلا ستورهش خیلی ستوره گرم ده راست میگی رنگ خالت رفته گیجن در جان زنی خلا یادم خیلی اوزی شوهر پولدار انتخاب کردم چه میکنیم شوهری به پول خواهرستان هم قبیلم برای تربیت این پول اجاره چی شد؟ نه خاله جان همش می آبودین انگی باری 500 سومانی می همش ای با من باشد که همی خانه من صدقه سری تو فهمیدی؟ همی دیلی جهنم همی دیلی جهنم همی خانه هم صدقه سری تو همون خانه 11 ایتاژ بودگی هم صدقه سری تو فهمیدی؟ همه برای تو میبخشم من گیر این پول و بخشیدم در کار نیم خودت به اکثر لباسی نغز میخری هم خیلی جهان درست خلا من قزانه که گنده نه خیلی همین شوهری که ستارهش به من موافق نامد کتگی هاشا بید همین موپرانی هاشا نمیگویی همین خیلی کردگی اکو جهان حالی یه بار بین و باباهاته خیلی مایلش نباشم شما صحبت کردنگه من در خانه دیگری کمتره یک دو چیزی به خانه شهر میبردگی دارم گیرم بعد میبیم صحبت خبر گیرم مالش خوب خلا خوب خاله لبای جانی خوله اصلی خوله قندو نواتی خوله 1 دقیقه ایسته من برای تو 10 دقیقه میستم خاله من تا این درجه پس بودن شما رو حتی تصور نمیکردم ما در خانه شما با اجاره میشنیم و شما پولتان رو میگیرید من شوهرم رو دوست میدارم و با او هیچ وقت خیانت نمیکنم من ناموسم رو برای پول ماشده نمیفروشم خدا رو شکر من میدونستم زنم هیچ گاه با من خیانت نمیکند خدا رو شکر رجب علی ایبرانی